به نام یاد خدا. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که خوب باشید. دوستای عزیز شما خوش آمد میگیم در یک ویدیوی دیگه از کانال خودتان بگیم، از کانال زندگی در آلمان، لایف این جرمنی بالاخره نامش گذاشتم. و دوستای عزیز دی کانال جدیده و امیدواریم شما حمایت کنید دوستای عزیز. و به ابتدا بگیم قبل از اینکه ویدیو رو بالاخره شروع کنم، من سالا تجربه یک دمی کشور بودم، بالاخره سر خودم گذشته خیلی چیزای تجربه زندگی خواهیم میخوایم به صورت ویدیو به چیزای مختلف شاید دوستا مهم باشه برایش ویدیو بسازم و انشالله کم برای شما بالاخره برای خیلی دوستایی شاید یا بوده باش برخورد نکرده یا دوستایی که بالاخره جدیده میتونه برایش یک کمک باشه. دوستا شما کمک چی لایک، سابسکرایب و حمایت یا چون نره. دوستای عزیز در کنارش همه ویدیوهایی که جایمونم شاید خورده حاشیه دار باشه، ولی امیدوارم ویدیو رو تا آخر گوش کنین تا موضوع ویدیو رو واقعا درک کنین، چون از این خاطر کردن یک ویدیو رو چند دقیقه سعی کنه شاید نفهمه یا کیفیت چیه نفهمه در کل منظور از چی بود، شاید بگید دیگه بالاخره که زیاد حرف میزنه. خب دوستای عزیز، من به خاطر که ویدیو دور دراز نشه بالاخره دوستا امروز درباره نامای مهم صحبت دوستا در خیلی جاها در آلمان کسر شما خیلی مدارکای مهم در خیلی جاها میشه که نامه هایی است که باید آدم میگه اون نامه خیلی مهمه و دقیقاً باید دست گرندش برسه و بعض موقع بعض نامه های مهم یا چیزایی که بالاخره مهمه اگه دست گرندش نرسه شاید برای آدم بعدا درد سرساز شوه. به طور مثال میگم شاید خیلی مثلا مثل کرانک میلدون یا کسایی که مثال میگیم کسایی که مریضه و معمولا آدم میتونه با یک همکار خوب دیگه، ولی بعض موقع است بعض صاحبکارا و شرکت هاست که خیلی بهانه گیره و اگر آدم رو در سر موقعش را نکنه در 3 روز را امکان داره آدم کار از دست بده یا امکان داره حقوق درست دریافت نکنه. ولی به هر صورت مریض نوشته کردن در آلمان دو جنبه داره، یک جنبه به واقعا خیلی مریض مشکل مریض، حالا بعض موقع هستن که مریضی تا کم هم باشه. به هر صورت بهترین دستاویز باشه یک کارگر یک کسی کار مونه دمی بیاد شاید اگر نباشه مثلا خلاص برشون بگیم آدم در دنیا میشه یک غلام مدرن، به قول آلمانی میگه مدرن اسکلاو، بالاخره هم یک غلام مدرن میشه. بالاخره یک چیزی که خود از نام به استفاده قانون از ناست اگه تو مریض نوشته کنی دیگه بالاخره صاحب کارش کار نمیده، ولی سر از اون اگر به قول پروب سایت باشی یا بعضی موقع قرارداد دائمی نوشته باشی بعضی موقع امکان داره که بالاخره یک بهانه هم برای صاحب کار باشه که تو از کار بکشه. و دوستای عزیز برای نامه های دیگه زیاد نامه هایی است که آدم بر خاطر مدارک به خاطر خیلی چیزای دیگه یاد از این خاطر یاد بعضی موقع بعض نامه های مثلا میگیم حتما باید برسه و اون نامه ها را آدم بهتره که خود حتی در شرک خود آدم زندگی خود آدم نبره یا در پست نرمال هم رای نکنه. نامه های نرمال آدم میتونه خود آدم با راحتی به یک صندوق پست چی بریزه خب هیچ مشکل نداره، ولی نامه مهم از این خاطر که در طرف شاید میگه نرسیده، شاید گم شد، طرف میگه ما مثلا نامه دریافت نکردم یا فلان مدارکی که چیزی که تو کلمه دریافت نکردم و تو میگه به اصطلاح شاهد و مدرک نداره که بالاخره بر از او بگه که نیما را یکدم. بعد از اون میگه باید با خیلی نامه هایی که میگه مثلا حتما خودت مثلا زیاد مهمی یا تو وقت میخوای حتما بفهمی که رسیده و نوشتن با پست اینی با پست نام دوستم mit Sendung verfolgen تو میتونی همون زندون همون نامه خود دنبال کنی یا پاکت رایمونی مثلا بعض موقع یک نشانی یک مثلا یک پاکت را از اینترنت رایمی او را هم رقم بازیم، ولی نامه های خیلی مهم رو با Sendung verfolgen و اون تا شریفت او به معنی که پست چی بود که مبره و بالاخره تحویل میده. بعد که تحویل دادم زو گرنده بالاخره یک امضا میگیره و بعدا اگه در صورت او گرنده یک روزی منکر شوه که نه تو رای نکردی تو کسته 2 تا مدرک داری و یک مدرک دوستای عزیز کسته ما این بالاخره خود نمیدونم یک مدرک هست که دخم یک کاغذی بالاخره از اداره پست هست که در روی زو کسته همو شماره پست دادم در اینجا هسته دوستا و یکی دیگه است دوستای عزیز کسته و یکی دوستا یک گیمی که بالاخره با امضایشی و این کسته بالاخره دوستا چیه بالاخره باید ما در صورتی که پست رویش هستن امو رسیدی که برای مثلا برای آدم امو نفر را چی کردم زیدل یک اپی هست به اسمی
دی هایل و پست یعنی اپ دوستا. و این اپ کست دوستای عزیز میشما برای اندروید و اپل بالاخره آیفون میتونین از این پلی استورایش بالاخره دانلود کنین. بعد دوستای عزیز این اپ خیلی کاربردهای دیگه هم داره. جمله یک از کاربردهای خیلی مهمش نیست که شما وقتی معمولا از آنلاین خرید منین میتونین به هم براحتی دی استفاده کنین. زندگی نمبر خوب در اینجا بزنین، اما کسی که بالاخره جنس ازش خریدین از مغازه و حتما برش میگه زندگی نمبر اینه در اینجا که بالاخره وارد منین در این منطقه با زندگی نمبر خلا. بعد دقیقاً میگه که زندونشون در کجایه و حتی که همون روزی که بالاخره سویش تلون در همون روزایی که زندون میرسه در اون صورت در این منطقه نوشته لایف. تو روی لایف که ماری دقیقاً مطر پست نشان داره که در کجایه. و دوستای عزیز که او کاربرد دیگه منی که در قسمتی بالاخره بریف همون نامه هم کسته یک QR کد خیلی ریزه داره و دوستا کستمو QR کد را که دمو قسمتی همو از پست برایشون میدن میتونین بالاخره از این دقیق قسمت این دقیق که یک دانه QR کد داره در اینجی بالاخره بزنین مستقیم روی دوربین گوشی میره و بالاخره باید برای امزی اپ اجازه بدیم که از دوربین گوشیش استفاده کنه. بعد به راحتی مثلا بعد نشان میده اینجا که بالاخره رسیده یا نرسیده، یا کمی مانویل دستی میتونید شماره در اینجا وارد کنین و بعد شماره چیز خوره. دوستای مثلا ما یک نامه را یکدم بالاخره اینی شماره نامی مسته و بعد کسته شماره نامی کستین مثلا ما اینجا کرامتی کسته یعنی شماره نامه را که را یکدم یعنی قسمت هم برای ما کلن سوزه مگه نامه رسیده. و بعد دوستای عزیز کسته بعد جدا که نامه رسیده این یعنی اینجا در قسمت نوشته که دقیقاً چی قسمت های چی زمان های رسیده. بعد داخل ازی بالاخره وقتی که چیز کردین نوشته که اینجا دوستا باش مایی رقم بریم اینجا نوشته که بلیک هرونتر لادن یعنی امو بلیک امو رسید خرا دانلود کنین دوستا. وقت روی ازی بری روی انزی بلیک بری بعد بالاخره از این چیز اینجا میگه که پست لایت سال خود وارد کن. پست لایت سال البته از خود شما که زندگی منین نه امزو گرنده نامه همون کسی که نامه رو داشت رایگ دین خوب داشتون معلومه که واسه پست لایت سالش دیه. بس پست لایت سالش در اینجا که وارد کنین دوستا بعد از دو بعد که پست لایت سال درست باشه بعد از اونجا میشه که بلیک هرونتر لادن روی انزی کلمه سرخی اینجا دانلود منی روی انزی دکمه سرخو در اون صورت کسته همو چیشون به صورت فایل پی دی اف همو رسید دانلود میشه. شما میتونین یک چاپگرد خانه باشین در کاغذ چاپ کنین یا از طریق گوشیتون بالاخره اگه بلد همونجا داره یک گزینه ای که از پی دی اف بالاخره دروکین در اون صورت کسته همو فایل به صورت پی دی اف در گوشیشم ثبت میشه که بعدا بتونین یا گوشی یا بعدا چاپ کنین. بعد دوستای عزیز که اون که چاپ کردین بعد از صورت چیز میشه یک دانلود میشه و بعد رسید بعد از ما هم رسید گفتم که به صورت دانلود میتونین که به صورت پی دی اف یا به صورت دخانک چاپگردش چاپ کنین. حالا بعد از ما اگه اون طرف اگه نامه نرسیده ما دو سند داریم. یک سند که میگیم آقای رسید پست ما ای که در پست رایی کردم باز دادم تلفن و همین رسیدی که بالاخره همون امضایی که کسی تحویل گرفته در روی زی هسته میل بالاخره دیگه او هیچ موقع منکر شده نمیتونه که ما نامه را بخشیشون در این اکدام. خب دوستای عزیز این بود و این خیلی مهمه دوستای عزیز. برای نامه مهم حتما به نظر از من تازه یک 3 یورو 50 سنت میگیره ولی همون ارزش داره که شما اول که نامه مهم چند نامه های مختلف هسته. بعض موقع که اول همون نامه مهم شم یا بالاخره سند مهم یک جایی مثلا یک نفر میگه پاس خوره کن یا کارت شناسایی خرید تو خود دیگه نمیتونی بالاخره اطمینان کنی از این خاطر تو مطمئنی که در دست طرف رسیده گم نشده و از این طرف بالاخره در جاهایی که حتی گفتم مثلا مثل کرانک میلدون یک نفر صاحب کارش میداخنه که در دست نرسیده که تو یک مدرک داری و این خیلی مهمه که بالاخره آدم همیشه باید وقتی نه تنها با پست باید با پست با اونترشریفت و زندون فلفلگون رایی کنین. ولی دیگه مثلا پاکت ها رو فقط میتونی با زندون فلفلگون هم کافیه. تو میتونی بالاخره نامه‌ای که مثلا میفهمی برای یک دوست و یک نشانی یک چیز رایی کردی تو میگی حتما با دوست دریافت کرده یا نه با زندون فلفلگون رایی نی و بعد از اینکه استم زندون فلفلگون تو میتونی خودت هم سیل کنی از طریق هم اپ گفتم یا از طریق وبسایت هم زو پست و یا مثلا بعد با اون رفیقتم یا با دوست زنگ میزنی که آقا هدیه یک برای ترای کردم رسیده یا نه.
امیدواریم دوستان عزیز این ویدیو لذت برده باشین و دوستان حمایت، لایک و سابسکرایب یادتون نره و ما سعیمون در این کانال در موضوع مختلف به اصطلاح چطور اجازه اقامت دادن میگیره و چطور تابعیت آلمانی میگیره و چطور میتونه فرمایش رو پر کنه و چطور آنلاین بخره و همه چیزای زندگی روزمره در آلمان که بالاخره ما دمی تجربه در زندگی دارم میتونم بخششم ویدیو جارم و بعضی از این دوستا دوستای شما بعضی هایشون مگر خوشتون پیشنهاد دارین که چی موضوع ویدیو جار کنم میتونین که بالاخره در می کومنتار از این ویدیو بگذارین و دوستا تا ویدیوی بعد خدا یار و نگهدارشون. عدیا.